این یگانه پیراهه خاص برای دوچرخه سواری در شهر دوشنبه است، ولی دوستداران دوچرخه سواری بیشتر از این هستند و زیاد نفران میخواهند که در دیگر کوچه های دوشنبه نیز همین خیلی پیراهه خاصی دوچرخه سواری بنیاد کرده شود تا افرادی که میخواهند طریق دوچرخه در شهر دوشنبه راه کنند طریق آن به ممانعت رفت و آمد کنند. چله خان ساکن شهر دوشنبه میگوید خیلی دورتر از کوچه شاه تیمور زندگی میکند، اما برای دوچرخه سواری محض به همین جا میآید چون که در نزدیکی منزل او پیراهه خاصی دوچرخه رانی وجود ندارد. این راه بسیار برای آدم‌ها خوب است که به خطری در راه‌های ماشین بسیار ما با ماشین‌ها وای نمی‌کنیم، خلل نمی‌کنیم و بسیار ما با همین راه می‌گذریم. ما می‌خوایم بسیار در همین راه‌ها همین خیلی راه ولوسپد راه بسیار باشد. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بنابر حساب‌ها بیش از 37,000 اتومبیل ثبت نام شده است و صدهای دیگر از نواحی تا به مرکز همه روزه داخل شهر می‌شوند. این است که طی سال‌های اخیر در کوچه و جاده‌های پایتخت تنبشوی نقلیات به مشاهده می‌رسد. تنبشوی نقلیات در دوشنبه امروز به یکی از مشکلات شهرداری تبدیل یافته است و حکومت شهر همه ساله 10 میلیون سومانی را برای کشاد و وسع و از نوسازی راه‌های ماشین مصرف می‌کند. خیلی خوب میشد که اگر سازمان‌های بین‌المللی و یا اینکه دولت یک لایحه کنند که مخصوص راه‌ها برای دوچرخه‌ران‌ها سازند. این از جهت اکولوژی و از جهت طرز بردن حیات سالم خیلی خوب میباشد. ضمناً در دوشنبه شماری آنهایی که خواهشی گشت و گذار در کوچه های پایتخت با دوچرخه را دارند کم نیستند. برای مثال مشتریان یگانه شرکت اجاره دوچرخه ها در شهر دوشنبه که اینک 2 سال باز فعال است به گفته مسئولانش سال از سال می افزاید. ما تقریبا یک 20 ولوسپد داریم، یعنی دوچرخه. آنها هم با 3 تیپ یعنی که نمونه تقسیم میشوند. ما داریم دوچرخه هایی که شهری هستند، دوچرخه هایی که ماونتین بایک میگن آنها رو، این دوچرخه هایی که کم با قوت تر هستند نظر به دوچرخه های شهری و با هست کراس کانتری. کراس کانتری این برای آنهایی که کم بیش با مشغولی ورزشی دوچرخه‌رانی هستند و مشتریان ما آنها هم با 2 کاتگوری تقسیم میشوند، یعنی که مشتریانی که خارجی ها هستند، یعنی توریست ها هستند و با واسطه سامانه ما را مییابند و همچون شهروندانی دوشنبه خودمون. دوچرخه هم مثل دیگر محصولات های بازارهای تاجیکستان بیشتر از جمهوری مردمی چین به تاجیکستان وارد کرده می شود. البته در این میان دیگر کشورهای صادرکننده دوچرخه به تاجیکستان نیز هستند، به مثل ترکیه، قرقیزستان و حتی قزاقستان. اما نرخ دوچرخه البته در شهر دوشنبه در قیاس با دیگر کشورها گرانتر است، چون که در داخل کشور این نوع نقلیات استحصال نمی شود. قیمت یک ولوسپد که برای نورسان و یا کلانسالان موافق است از 800 تا 2000 سومانی در بازارهای دوشنبه نرخ دارد و باید گفت که قبلا در تاجیکستان دوچرخه استحصال می شد. در میانه سالهای 90 شرکت سابق تدز و حالا تلکو یک سیخش را برای استحصال دوچرخه موافق کرده بود، ولی بعدتر اون از کار ماند و سال 2013 نیز رئیس جمهور امامعلی رحمان یک کارگاه را در شهر دوشنبه افتتاح کرد که باید در آنجا هم ترالیبوس و هم دوچرخه ها جمع آوری می شدند. اما متاسفانه در این کارگاه هرچند ترالیبوس جمع آوری می شود، اما دوچرخه هنوز هم در این کارگاه استحصال نمی شود.